میگم زمان آینده، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه ویل هستش. اما 3 تا ساختار دیگه برای زمان آینده تو انگلیسی وجود داره. میدونی اونا چیان؟ سلام به همگی، پرستو هستم و به جلسه 6 از مینی دوره گرامر خیلی خوش اومدید. درس این جلسه زمانهای آینده در انگلیسی. Present continuous for near future plans. شاید تعجب کنید که از زمان حال استمراری استفاده کنیم برای صحبت در مورد آینده. تو جلسه دوم از مینی دوره گرامر در مورد زمان حال استمراری present continuous کامل صحبت کردیم. پس حتما این ویدیو رو پاس کنید و اول اون رو ببینید. اونجا در مورد ساختارها، کاربردها و مثالهای حال استمراری صحبت کردیم. 2 تا از کاربرداش رو یاد گرفتیم. اما حال استمراری کاربرد سومی هم داره و اونم صحبت در مورد آینده هستش. یک بار دیگه کاربردش رو میگم، دقت کنید. از حال استمراری استفاده میکنیم برای بیان برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی که از قبل تنظیم شده باشن و در آینده نزدیک قرار اتفاق بیفتن. به این مثال توجه کنید. مثلا دوستم از من میپرسه که فردا میخوای چیکار کنی؟ What are you doing tomorrow؟ ببینید از زمان حال استمراری صحبت کرد ولی داره در مورد آینده ازم سوال میپرسه، در مورد فردا. من هم تو پاسخ میتونم بگم I am meeting my friend tomorrow، یعنی من فردا قرار دوستم رو ببینم. این برنامه‌ای هستش که من از قبل با دوستم چیدم، یعنی زمانش رو، حالا جایی که قراره با هم قرار بذاریم تعیین کردم و یه قرار فیکسه که میخوام برم دوستم رو ببینم. پس از حال استمراری استفاده میکنم برای صحبت در مورد برنامه آیندم. یه مثال دیگه We're having a party next Saturday، یعنی ما شنبه آینده یه مهمونی داریم. خب این یعنی که من برنامه‌ریزیامو کردم، کاری که لازم بود انجام بده رو انجام دادم و دارم از یک برنامه‌ریزی قطعی صحبت میکنم. ساختار دوم، ساختار بعدی که برای آینده استفاده میشه to be going to هستش. از این ساختار وقتی استفاده میکنم که بخوام در مورد نیت‌ها و قصد و غرض‌هام برای زمان آینده صحبت کنم. ساختارش رو ببینید به این صورت. اول یه فاعل میارم، بعد همیشه یه to be لازم دارم، am is are، بعد going to که ثابت هستش و بعد یه فعل ساده. اینجا دقت کنید، یه اشتباه رایجی که اکثرا اتفاق میفته بین زبان آموزا این هستش که این to be رو جا میندازن، میگن I going to be حتما اینجا باید بیاد و اینکه بعد از going to به فعل ing میدن، بعد از going to فعل ساده میاد. دقت کنید که اینجا going to هیچ معنی نداره. فکر نکنید که همون فعل go هستش و معنی رفتن میده. نه، این یه ساختار تو فرمول ثابته و معنی نداره. اگر بگید که من خواهم رفت، از فعل go استفاده کنیم، بعد going to میاریم به شکل ساده میشه I am going to go. میبینید 2 تا go داره. اولی going to که مال فرموله بی معنیه، دومی هم که فعل go به معنی رفتنه که به شکل ساده استفاده کردم. خب اینجا حالا میخوام مقایسه کنم ساختار be going to رو با حال استمراری. وقتی که من میگم I'm meeting my friend tomorrow، از حال استمراری استفاده میکنم. این یعنی من برنامه‌ریزیامو کردم، قرار من رو با دوستم گذاشتم و فردا میخوام ببینمش. ولی وقتی که میگم I'm going to meet my friend tomorrow، این یعنی که من قصد دارم، من نیت دارم از قصد و غرضم صحبت میکنم. شاید هنوز برنامه با دوستم فیکس نکرده باشم. پس تفاوت این 2 تا زمان توی جمله، وقتی از حال استمراری استفاده میکنیم برنامه‌ریزیمون قطعی تره. یه کاربرد دیگه که to be going to داره این هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم برای پیش بینی کردن بر اساس یه سری شواهد. مثلا من از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، نه آسمون پر ابره. جمله‌ای که اینجا میسازم اینه Look at those clouds, it's going to rain. از ساختار to be going to استفاده کردم برای پیش بینی، اما این پیش بینی بر اساس یک سری شواهد هستش. ساختار سومی که برای صحبت در زمان آینده استفاده می‌کنیم will هستش که احتمالاً همه با اون آشنایید. دقت کنید که بعد از will فعل به شکل ساده میاد. فرم منفی will به شکل won't هستش که معمولاً به شکل contraction استفاده میشه. یه کاربرد خیلی رایج ویل برای تصمیمات آنی هستش، یعنی تصمیمی که من تو لحظه میگیرم. از قبل هیچ قصد و غرضی نداشتم مثل to be going to، از قبل هیچ برنامه‌ریزی براش نداشتم، همون لحظه توی لحظه صحبت، توی لحظه که دارم مکالمه انجام میدم، من اون تصمیم رو میگیرم.
مثلا به دوستم میگم من بعداً بهت زنگ میزنم. خب برنامه‌ریزی یا قصد و نیت قبلی پشت این حرف نبوده، پس میگم I will call you later یا مخفف I'll call you later. ویل کاربردهای دیگه ای هم داره. یکی دیگه از کاربردهاش آفر هستش، برای وقتی که میخوایم یه پیشنهادی بدیم. مثلا فرض کنید که توی یه مهمونی هستین و آخر شب کلی ظرف جمع شده، شما میخوای به دوستت بگی من ظرفا رو میشورم. خب این یه آفر هستش دیگه، تو لحظه همون تصمیم رو گرفتی. میتونی به دوستت بگی I'll do the dishes. یا مهمونی تموم شده میخواید برید، شما ماشین داری، به دوستت میگی که من میرسونمت. اینم یه تصمیم لحظه‌ای هستش یا یه آفر هستش دیگه، به دوستت میگی I'll give you a ride. یه کاربرد دیگه یه ویل برای قول دادن هستش to make promises. مثلا شما همیشه دیر میرسی سر کلاس و میخوای به معلم قول بدی که دیگه هیچ وقت دیر نمیای، میگی که I promise I won't be late again. یه کاربرد دیگه ویل برای پیش بینی در آینده هستش. میتونم بگم It will rain tomorrow، یعنی فردا بارون میاد. ولی دقت کنید که اینجا خیلی شواهد خاصی ندارم مثل to be going to. وقتی که میگفتم It's going to rain tomorrow یعنی یه سری ابرها رو تو آسمون میبینم، یه سری مدرک و یه سری حالا شاهدهای خاصی دارم. خب این از این 3 ساختار که برای صحبت در زمان آینده میتونیم ازشون استفاده کنیم. سعی کنید این ویدیو رو بیشتر از یک بار ببینید و به کلمه‌های کلیدی که توی تعریف کاربرد هر کدوم گفتم یه مقدار بیشتر حساس بشین. مثلا توی حال استمراری گفتم که برای برنامه‌های قطعی در آینده نزدیک. خب این یه کلمه کلیدیه، باید تو گوشتون زنگ بخوره. برنامه‌های قطعی، نه همینجوری برنامه‌ای که تو لحظه تصمیم میگیری. حالا یه مثال میخوام براتون بزنم که این 3 زمان رو در مقایسه با هم یاد بگیرید و کامل توی ذهنتون ثبت بشه تفاوت‌هاش. اولش فقط بهتون بگم که این یه مثال توهمیه، یعنی توی شرایط عادی به وجود نمیاد این مثال‌هایی که دارم میزنم، این موقعیت‌ها. فقط میخوام این 3 زمان رو توی مقایسه با هم خوب یاد بگیرید. خب در نظر بگیرید که من خودم مسافرم، میخوام برم چین. بلیطمو گرفتم، ساعت پروازم مشخصه و حالا وسایلمو جمع کردم و دارم میرم. اینجا جمله‌ای که میگم چیه؟ I'm going to China. از حال استمراری استفاده کردم چون برنامه‌ریزی من قطعیه، همه چی مشخصه، ارنج و منیج شده است. خب حالا مثلا میرسم فرودگاه، میفهمم که پرواز چین کنسل شده و اونجا به من پیشنهاد میده که یه پرواز جایگزین میتونی انتخاب کنی به یک کشور دیگه، مثلا چند تا چویس به من میده. من میگی که حالا 2 ساعتم وقت داری. من میرم میشینم توی کافه یه چیزی میخورم و اونجا میشینم تصمیم میگیرم. میگم که اوکی حالا من انتخاب کنم مثلا برم به ژاپن. میگم مثلا توهمی و مسخره از پیش نمیاد این موقعیتی برای کسی که پرواز چین کنسل شه یه آفر دیگه مثلا بده من برم ژاپن. پس من میرم توی کافی شاپ میشینم یه 2 ساعت فکر میکنم و اونجا تصمیم میگیرم برم ژاپن. جمله‌ای که میسازم اینه، میگم که I'm going to go to Japan. اینجا از ساختار to be going to استفاده کردم، یعنی اینکه من قصد دارم. خب نشستم فکر کردم دیگه، یه برنامه، یه پلنی چیدم تو ذهنم ولی قطعی هنوز نشده. میرم باهاشون صحبت کنم و بگم میخوام برم ژاپن. میرم که تصمیمم و این قصد و غرض و نیتم رو بهشون بگم اوکی من میرم ژاپن. I'm going to go to Japan. ولی میرسم اونجا میگن که اوکی پرواز ژاپن هم همش پر شده، یه انتخاب دیگه بکن. دیگه منم تو لحظه میخوام سریع انتخاب بگیرم و وقتم زیاد ندارم و کلافم، میگم اوکی I'll go to India. I will go to India. یعنی از ساختار ویل استفاده کردم برای تصمیم آنی و لحظه‌ای. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و این 3 ساختار برای زمان آینده رو خوب و جامع و کامل یاد گرفته باشین، تفاوت‌هاشون با هم رو متوجه شده باشین. حالا نوبت شماست. ازتون میخوام این مثال رو برام به انگلیسی بنویسید و تصمیم بگیرید از کدوم از این 3 ساختار استفاده کنید. مثلا میخواین بگین که من امشب میخوام برم کنسرت. دقت کنید که بلیتتون رو تهیه کردین، ساعت و همه چی اینا فیکسه و میخواین این جمله رو به انگلیسی بگین. جواباتون رو برام کامنت کنید، همه رو میخونم و تصحیح میکنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. Thanks for watching and follow for more.